شاید شما هم مثل من دوست داشته باشین انیمه رو کامل ببینید تا دقیقاً بفهمید چی به چیه. شاید یه انیمه شروع خیلی خوبی نداشته باشه اما در ادامه بهتر بشه، یا برعکس این قضیه شروع خوبی داشته باشه و در ادامه خوب نباشه، یا در کل خوب باشه یا در کل خوب نباشه. مخصوصا انیمه‌های فصلی، و اون فصلی که دارم در موردش صحبت میکنم فصل زمستونه. کنیچیوا، یاشاساما هستم و قراره واسهتون انیمه‌ای که توی زمستون پخش شدن رو معرفی کنم، انیمه‌ای که واقعا جذاب بودن و اون به درد نخوراشو یه جورایی جدا کردم ازش تا انیمه بهتر و خوبتری رو ببینید. و این لیست تا حد زیادی انیمه‌های جذاب و خوبی داره. دو تا از انیمه‌ای که دیگه لازم نیست اصلا در موردش صحبت کنم و معرفیش کنم، اتک آن تایتان و دیمن اسلیر. طبیعتاً خیلیاتون میرین میبینین، پس نیازی نیست معرفیش کنم. اولین انیمه‌ای که میخوام واسهتون معرفی کنم در اصل مال پاییزه، اما انقدر طول کشید تا پخش بشه. تا همین آخرای زمستون داشت پخش میشد و آخرین قسمتش اومد. یه جوری میشه گفت انیمه فصل زمستونه، انیمه رنکینگ آف کینگز. خیلیاتون به من گفته بودین که این انیمه رو معرفی کن، انیمه خیلی خوبیه از اینجور چیزا، و قبول دارم. این یکی از بهترین انیمه‌هایی بود که توی سال 2021 و شروع سال 2022 داشتیم. واقعا این انیمه خوب بود و انقدر عجیب انیمه‌ای که کم بهش توجه شده که حد نداره. یکی از اون انیمه‌ها بود که جدا از موسیقی متن، شخصیت پردازی خوب، داستان جذاب و گرافیک فوق‌العاده خوبش، که از اون انیمه ها بود که یک رویا پردازی خاص رو توی یاد آدم می آورد و چیزی رو به آدم نشون میداد که ما واقعا چرا انیمه رو دوست داریم. این انیمه یک مثال برای اونه. اگه دوست دارین یه نفر رو با دنیای انیمه هم آشنا کنی، این میتونه خیلی خوب باشه. انیمه فوق‌العاده جذابیه. بذارین در مورد داستانش صحبت کنیم. بوجی شاهزاده جوونه که نه میتونه صحبت کنه نه میتونه بشنوه و توی دنیایی که اون داره زندگی میکنه، پادشاهان باید توی رتبه بندی تعیین بشن و باید قوی ترین اونها باشن و مخصوصا پدر اون که یه جورایی میشه گفت جز قوی ترین پادشاهایی هستش که تا الان وجود داشته و اون هم باید مثل پدرش باشه. اما اینطور نیست. اون ضعیفتر از اون چیزی که به نظر میاد، اما اون چیزی داره که اون رو با بقیه خاص میکنه، چیزی که اون رو با برادرش متفاوت تر میکنه، یک شجاعت و یک مهربونی خاص، یک چیزی که باعث میشه مردم رو دوست داشته باشن خواه ناخواه. اون قضاوت نمیکنه بلکه از روی واقعی شما میفهمه شما کی هستین و یه جوری میشه گفت از اون انیمه ها بود به مرور زمان تازه متوجه میشدین که چی هست و چی شده قضیه. و من اصلا انتظارشو نداشتم اینقدر این انیمه سرشار از شوق و هیجان و حس و احساسات باشه. یه جوری میشه گفت ترکیبی از چیزی بود که همیشه دنبالش بودیم، چیزی که انیمه رو واسه ما جذاب میکرد. انیمه بعدی یک انیمه ایسکایه. شاید شما فصل اولش دیده باشین. انیمه آری فورتا From Commonplace to World Strongest. انیمه ایسکایی بود که تا حد زیادی جالب و جدید بود و یک سبک خاص بود. البته چیزی که باعث میشه این انیمه دیگه خاص نباشه این بود که دقیقا مثل خیلی از ایسکای بود، شخصیت اصلی ضعیف، بعد یهو قوی میشه و شروع میکنه به انتقام گرفتن و اونجاست که کلی شخصیت خوشگل گولمگولی و وایفو وارد ماجرا میشن و تمام گروه اون رو از وایفوها تشکیل میشه. این انیمه انگار ترکیبی از توکیو گول، شخصیت اصلی اون کانکی، و فول متال آلکمیسته. یه جوری عجیب غریبه این شخصیت رو انگار کاملا از رون درست کردن. داستان در مورد هاجیمه است که با همکلاسیاش، یعنی کل کلاس با معلماشون انگار تلپورت شدن، انتقال پیدا کردن به یک دنیای دیگه و اونها تبدیل شدن به قهرمانای اون دنیا. حالا اونا باید به مردمان این دنیا کمک کنن تا از دست شیاطین نجات پیدا کنن. البته نه همه اونا، هر کدوم وظایف خاص خودشو دارن و کاری رو باید به نسبت قدرتاشون انجام بدن. هاجیم هم که قدرت اون کیمیاگری خیلی کار خاصی نمیتونه انجام بده، اما بازم دلش میخواد توی میدون جنگ باشه و اونجا اتفاق میفته و به اون خیانت میشه و حالا اون تنها توی گودالی باید زنده مونه، جز خطرناکترین گودالا به حساب میاد و برای اون راحت نیست که زنده مونه. اون کاری انجام میده که باعث میشه از حالت انسان بودن خارج بشه. میتونم بگم اگه از انیمه‌های ایسکای خوشتون میاد، فکر میکنم این انیمه رو هم دوست داشته باشین. اکشن باحالی داره و داستان
بدی هم نداره. انیمه بعدی یکی از جالب‌ترین انیمه‌هایی بود که فکر می‌کنم تا حالا داشتیم. به نظرتون انیمه‌ای داریم در مورد پلیسا چی کار میکنن در طول روز و واقعا پلیس بودن چه شکلیه؟ خب این انیمه هم در مورد همینه، پلیس این پاد. این انیمه کاملا در مورد پلیساست و اینکه پلیسا چیکار میکنن، روزمرگیشون چجوریه و با چیا سر کله میزنن. انیمه یک داستان خوب و یک چیز جدید رو به وجود آورده بود و انگار یک سبک جدید و باحال بود، چون ما تا حالا انیمه‌ای در مورد پلیسا نداشتیم که چیکار میکنن و واقعا پلیسای عادی چجورین. و انیمه خیلی تخیلی نیست، سبک زندگیه و این اون رو جالب‌تر میکنه و واقعی‌ترش میکنه. داستان در مورد شخصیت اصلی ما کاوایی که تازه توی یه ایستگاه پلیس استخدام شده و اونجا باید راه و چاو یاد بگیره و تازه کاره به قول معروف. اون با یکی از سنپای شروع میکنه به یاد گرفتن وظایفش و چیزای جدیدی رو تجربه میکنه در مورد پلیس بودن. انیمه خوبیه، اگه دوست دارین یه چیز جالب و جدید رو ببینین حتما بهتون توصیه میکنم. انیمه بعدی انیمه اسلولوپ. اگه دوست دارین انیمه سبک زندگی ببینین که یه جوری شما رو با دنیای واقعی دوباره روبرو کنه ولی تا حد زیادی کاوایی باشه و آرامش بخش باشه تا حدودی، این انیمه از اون انیمه هاست. اصلا در مورد هیوری یاماکاواست. دوران سختی در گذشتهش با پدرش داشته و مادرش از پدرش جدا میشه و مادرش بعد مدت‌ها تصمیم میگیره به ازدواج با یه فرد. هیوری با اون آشنا میشه، اما اون مثل همیشه کاری که انجام میداده میرفته ماهیگیری و اونجا با یک دختر آشنا میشه و با اون دوست میشه و از قضا متوجه میشه اون دختر همون فردی هستش که مادرش میخواد باهاش ازدواج کنه و یه جوری داستان خیلی باحالی داره، یک دوستی خیلی باحال و یک داستان خانوادگی خیلی جالب رو میتونیم ببینیم. انیمه بدی نیست، انیمه باحالیه. اگه وقت اضافه و زمان اضافه داریم میتونه انیمه جذابی براتون باشه. انیمه بعدی رایمنز کلاب. اگه براتون سوال بوده که چرا انیمه‌ای در مورد بدمینتون نداریم، خب فکر کنم جوابشو بدونین. این انیمه در مورد بدمینتونه. یه جوری میشه گفت یکم مهمترین چیزایی که سبک ورزشی داره اینه که آموزنده است و شما رو تشویق میکنه به انجام دادن یه سری ورزش‌ها که شاید خوشتون بیاد و بهش علاقه پیدا کنید. البته تا حد زیادی شما رو هیجانی میکنه و زیاد بهش فکر نمی‌کنی که واقعا اون ورزش رو دوست دارین یا نه. اما بگذریم، این انیمه از اون انیماست. جدا از داستان یه جورای باحالی که داره، یک گرافیک خیلی جالبی داره که خیلی به انیمه چسبیده و هیجانی بهتون میده. انیمه بعدی پرنسس کانکت ردرایو. یکی از اون انیمه ها بود که فکر میکنم شاید خیلی در موردش شنیده باشین یا حتی یه سری کلیپ ها ازش دیده باشین. یک جوری میشه گفت یه انیمه ایسکایه ولی خیلی با بقیه ایسکای فرق میکنه. شخصیت اصلی ما یا خودش رو توی قاره آستریا میبینه و نه حافظه‌ای داره، نه چیزی میدونه و نه کار خاصی بلده انجام بده و هیچ خاطری از خودش نداره بجز اینکه اسمش رو میدونه. یوکی، الفی به نام کوکورو اون رو پیدا میکنه و به عنوان راهنما با اون همراه میشه و به اون کمک میکنه و البته تو این ماجرا با شخصای دیگه آشنا میشه. این انیمه یکی از جالبیایی که داره، شخصیت اصلی واقعا کار خاصی انجام نمیده و وایفوهای انیمه انگار کاملا مبارزه میکنن. از اون انیمه‌های اکشن فان باحاله. اگه سبک کنوسوبا دوست دارین فکر می‌کنم از این انیمه خوشتون بیاد. مخصوصا فصل دومش که گرافیک و مبارزه‌اش توی سطح و لول دیگه‌ای بودن. انیمه بعدی آکبی سیلر یونیفرم، یکی میشه گفت و تا حدی پیشرفته که میخواد توی دانشگاه این رشته رو استفاده کنه، در این رشته بعدی راست ایتر بیسکو. یکی از اون انیمه‌های عجیب غریبه که فکر می‌کنم خیلی جنجال درست کرد با یک صحنه عجیب غریبش که یک شخصیت یه جورایی دیگه داریم می‌بینیم ویدیو رو دیگه چی کار میکنه که باعث شد کل اینترنت در مورد این انیمه صحبت کنه. اما جدا از اون واقعا گرافیک و اکشن جالبی داشت که خیلی شاید در موردش صحبت نکردن. البته به نظرم اون قسمت خیلی جالبتر و عجیبتری بود که باید در مورد صحبت میشد، اما انیمه جالبیه. بذارین در مورد داستانش صحبت کنم. باد تاومانندی در پهنه و خشکی ژاپن یک حالت آخرالزمانی رو به وجود میاره و باعث میشه وضعیت خراب بشه و اتفاقات خیلی بدی بیفته. بعضی چیزا شروع میکنن به زنگ زدن. این تاون انگار باعث زنگ زدگی میشه و روی موجودات زنده و غیر زنده میچسبه و رو اونها تاثیر میذاره. باعث این هاگای قارچه، در از قارچی هستش که این تاون و این زنگ زدگی رو به وجود آورده و باعث این بیماری و این فاجعه و آخرالزمانی شده. انیمه The Genius Prince Guide to Raising Nation
Out of Depth. شاهزاده ون که اون یه جوره یک شخصیت عاقل و تواناست، کارهایی که انجام میده تا حد زیادی برنامه ریزی شده است و دقیقه. چیزی که تو این داستان فرق داره، شاهزاده درست نمیخواد شاهزاده باشه و میخواد کشور رو بفروشه و فرار کنه بره یه جای دیگه و از تمام این سختی‌ها و دشواری که واسش به وجود اومده راحت بشه. یه جوری دوست نداره کار کنه و درست دوست نداره کار خاصی انجام بده، دوست داره فقط استراحت کنه. اما چیزی که وجود داره نمیتونه این کار انجام بده. جدا از خاصه قلبیش که این نیست، شرایط جوری به وجود اومده که نتونه اون چیزی که میخواد برسه و جنگا و اتفاقاتی که داره میفته باعث شده توان بشه که کشور رو بفروشه و برعکس داره به کشور کمک میکنه. میتونم بگم اگه سبک انیمای استراتژی و فانتزی دوست داریم، به احتمال زیاد از این انیمه خوشتون میاد. البته صحنه‌های اکشن باحالی هم داره که فکر کنم خوشتون بیاد و گرافیک خوبی هم داره که باعث شده این انیمه جذابتر از قبلش بشه. انیمه بعدی هم یک انیمه ایسکای، اما یک نوع انیمه ایسکای جدیده. انیمه فانتزی بیشوجو جونیکو اوجیسان تو، یکی از اون انیماست که دقیق نمیدونم چطور توصیفش کنم. دو تا رفیق قدیمی که یه جوری میشه اون کارمند اداره هستن و خیلی وقته که با هم دوست و رفیقن، با هم میرن یه روز مشروب بخورن. شخصیت اصلی که یه جوری خیلی آشنا میزنه، دقیقا نمیدونم تو چه انیمه‌ای دیدمش، شروع میکنه به مست کردن و زیادی مست میشه و تا حد زیادی گیج و منگ میشه و حالا که داره تلو تلو میخوره و رفیقش میخواد اونو به سمت خونش ببره، یه آرزو میکنه. اون میگه چرا من نباید خوشگل مثل تو باشم و همه دختر رو جذب خودم کنم؟ دوست دارم یه دختر گوگلی و کاوایی باشم و لولی باشم، یه جوری میشه خوشگل ترین دختری که همه عاشقش بشن، هیچ کس نتونه چش ازش برداره. و جالبش اینه که آرزوش برآورده میشه. یهو از ناکجا آباد یه نفر آرزوشو برآورده میکنه و اونو قهرمان یک دنیای دیگه میکنه و قدرتش هم دقیقاً همین، یه دختر خیلی خوشگل که زیباییش همه رو گیج خودش میکنه و دیوونه خودش میکنه. البته تبعاتی هم داره. انیمه عجیب غریبی اما تا حد زیادی فانه. فکر می‌کنم خوشتون میاد. به شخص اگه وقت زیادی داری میتونی این انیمه رو ببینین. نمیدونم، شاید خوشتون اومد. خب امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. اگه هنوز چنل رو سابسکرایب نکردین حتما این کار رو بکنید و اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و اون زنگوله رو بزنید که هر وقت ویدیو جدیدی گذاشتم بهتون خبر بده. خب بیشتر از این صحبت نمی‌کنم و تا دیداری دیگر، سایو نارا.